وقتی عطار عطاریش را تخته کرد. نقل است که در دوران جوانی شیخ فریدالدین عطار، عارف و شاعر نامی نیشابوری، چندان اهل معرفت نبوده و به قول امروزی ها خیلی سفت به کار و کاسبی چسبیده و دائم در دکان عطاری خود مشغول بوده است. البته یه وقت خیال نکنید خدای نکرده مثل بعضی از عطاری ها پنهانی قرص و داروی غیر مجاز میفروختن. نه، از این خبرها نبوده. منتها خیلی هم اهل دست و دلبازی و معنویات نبوده. از قضا روزی فقیری به در دکان عطار می رود و می گوید خدا حفظت کند ای عطار، پولی، بیت کوینی، لقمه نانی در راه خدا کمک کن. برو خدا روزیت را جای دیگر بدهد. من هنوز 100 گرم گلگاو زبان هم نفروختم. انشالله که می فروشی، به من کمکی بکن و لقمه نانی بده حداقل. شرمنده، هیچ میدانی قیمت یک سنگک درو کنجد چند در می آید؟ نان اضافی در سفرم ندارم که به تو بدهم. پس کمی شربت سکنجبین به من بده در راه خدا دیگه. زیادی شیرین است و برای مزاجت خوب نیست. اگر تا فردا هم پافشاری کنی چیزی نصیبت نخواهد شد. ای عطار، تو با چنین دلبستگی به دنیا چگونه میخواهی جان به اسرائیل بدهی؟ درست همانطور که تو جان به اسرائیل میدهی. فقیر بی آنکه سخنی بگوید در مقابل دکان عطار دراز میکشد و پس از طلب بخشش از خدا چشم از جهان فرو میبندد و راحت تر از خوابیدن میمیرد، طوری که انگار یه نفر از طریق کنترل دکمه خاموش شدن او را زده. عطار با دیدن این صحنه به شکلی خودجوش و به صورت تخت گاز از خواب غفلت بیدار گشته و کرکره دکان را میکشد پایین و با سرعت جت به سمت وادی عرفان حرکت میکند. هان ای دل گمراه، چه خسبی که در این راه، تو مانده ای و عمر تو از پیش دویده است. اندیشه کن از مرگ که شیران جهان را از هیبت شمشیر اجل زهره دریده است.